اگه روزی 100 تا شنا بزنی به مدت 90 روز، این اتفاقای مرگبار برات میفته. اگه بدونی بعد از روز 85 چه اتفاقی برات میفته، کرک و پر برات نمیمونه. توی 3 روز اول فقط داری بدنتو گرم میکنی، سینه‌هات، سرشونه‌هات و پشت بازوت خط میفته و تازه ملت میفهمن داری چی کار میکنی. توی روز 45 قدرت مرکزی بدنت وحشیانه قوی میشه، چون هر حرکت شنا در واقع داره مخفیانه 200 تا عضله رو همزمان درگیر میکنه. بعد از روز 65 یه اتفاق خارق‌العاده میفته، سطح تستوسترونت به سقف میرسه و بدن تبدیل به یه ماشین چربیسوزی 24 ساعته میشه. بعد از 75 روز قدرت بالاتنت به سطحی میرسه که حتی فکرشم نمی‌کردی. بعد از 85 روز اینجاست که جادو اتفاق میافته. بدنت به چیزی میرسه که دانشمندان اون را آستانه قدرت مینامند، جایی که ناگهان میتونی 100 حرکت شنا را بدون توقف انجام بدی. الیاف عضلانیت فوق‌العاده متراکم میشه و متابولیسم بدنت برای 24 ساعت متوالی بالا میمونه. فرم ایستادنت عالی میشه، درد شانه‌هایت از بین میره و حتی تراکم استخوان‌هات مثل بتون میشه. بعد از روز 90 تو فقط قوی‌تر نشدی، تو کامل ساختار بدن خودت رو دوباره مسلح کردی. بهترین بخش ماجرا چیه؟ این چالش هیچ هزینه‌ای نداره و فقط روزی 10 دقیقه وقت میگیره. میدونی چند درصد از مردم به روز 85 میرسن؟ فقط 3%.